بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم آمین. سلام مردم، هم نفسای نازنین و مهربان و دوست داشتنی. یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. یاد خدا در تک تک لحظات زندگیتون جریان داشته باشه، از این به بعد بیشتر، به برکت همنشینی با یاد خدا انشاءالله. به دعای شما ما همچنان همه مطهر امامزاده موسی مبرقه فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه علیهم السلام هستیم و دعا میکنیم که انشاءالله زیارت با معرفتشون در 40 اختران نصیب قسمت شما بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. الهیام یاد کی افتادین؟ بعد جای ملکی عزیز و نازنین که این نوبت هم قدم به چشم من گذاشت. آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. با تو کفش شما کردیم. خواهش می‌کنم. خوشحالیم. دعای همگان همه میتونه از این دعا استفاده کنه. سلامت باشین. یادگاری خیلی خوبه که از شما پیش ما موند. خیلی متشکرم. خوش آمدید. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. خب من دارم محضر از تالی زنده باشید. به همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت محبت دارید، مخلص شما هستیم، ما در خدمت شما هستیم با افتخار. خب ما روزهایی که خدمت شما هستیم گل از گلمون باز میشه لطف دارید. و شکر. حال دلمون به برکت حضور شما و فرمایشات شما، چون دارین از رحمتا للعالمین برامون میفرمایید، از اسوه حسنه برامون میفرمایید و انشاءالله که با شنیدن فرمایشات شما که از رحمتا للعالمین از محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله میفرمایید، ما بتونیم خلق و خومون رو، اعمالمون رو، رفتارمون رو رنگ و بوی محمدی پیدا بکنه و بوی گل محمدی بگیره. سلام محمد. بسم الله، در خدمتیم. استفاده. خب من بدون مقدمه نمیتونم وارد زیر مقدمه حتما خواهش می‌کنم. خدمتتون که عرض کنم در قرآن در آیه 24 سوره مبارکه انفال خداوند خودش رو و پیامبر را احیاگر مینامه. بله. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. چند تا نکته داره این. نکته اول این که همه انسان ها نیاز به حیات ویژه دارن، حیات الهی دارن، حیات قرآنی دارن، حیات وحیانی دارن. انسان ها بدون وحی حیات دارن، حیات نباتی دارن، حیات حیوانی هم دارن، اما این از حیوانیت اوج نگرفته به مرحله بالاتر از حیات که حیات انسانی، انسان متعله، به اونجا نرسیده. خب پس این انسان در غفلت یک نوع مرگه، یک نوع چطور خواب بهش میگن مرگ اصغر، مرگ کوچک. و در آیه قرآن داره که وقتی که ماها میخوابیم در اصل میمیریم، ولی چون اجلمون نرسیده روح ما دوباره به جسم ما برمیگرده و الا اون رو به معنی بس تلقی روح حساب میشه، روح ما گرفته میشه، اخذ میشه. خب این یک قاعده بسیار مهمیه که خدای سبحان داره در این آیه ما رو آگاه میکنه که شما باید احیا بشید. اینا که در حالت خاصی قرار میگیرن میگن اینا رو پزشکا احیا کرد، نفس مصنوعی بهش دادن. اون احیا مربوط به همون جسم انسانه، حیات حیوانی انسان. اگر کسی بخواد یک حیات فوق حیات حیوانی پیدا کنه باید خودش در معرض تربیت خدای سبحان و پیامبرش قرار بده. پس خداوند احیاگر، پیامبر عظیم شأن هم احیاگر. حضرت عیسی هم احیا میکرد، منتها اون مرده زنده میکرد.
نه اینکه زنده‌ای که مرده است، یعنی مرده متحرک است را زنده کنه. نه، کسی که روح از تنش خارج میشد اون رو با یک اشاره زندهش میکنه. پیامبر عظیم الشأن انسانهای زنده را زنده میکنه. یعنی اونهایی که زنده هستند به زندگی حیوانی، اونها رو منتقل میکند به زندگی انسانی، به یک زندگی الهی، به یک زندگی معنوی. این یک نکته. نکته دوم این است که اگر کسی بخواهد زنده بشود، که باید زنده بشود، که اصلا ما آمدیم در این دنیا که زنده بشویم تا اینکه به اون مقامات عالی انسانی دسترسی پیدا کنیم و بعد اون تجلیش میشه بهشت. چون بهشت را به بها میدن، به بهانه که نمیدن. و باید از امام صادق علیه السلام که الجنتو یحصل بالعمل لا بالعمل. اولش با عین، دومش با الفه. بهشت را به عمل میدن، به اقدام میدن، نه به آرزو. بهشت را به بها میدن، به قول شهید بهشتی، نه به بهانه. حالا در تاریخ اسلام در زمان بنی امیه یک گروهی را اینا ساختن تحت عنوان مرجعه. اونا به عکس میگفتن. اونا میگفتن که به عمل کار نیاید، دنبال عمل، به خاطر توجیه کار خودشون که اهل عمل و اقدام نبودن، میگفتن همین که خودت پاک باشه بهشت میشه. از اینجا معلوم میشه که ماها، یعنی انسانها، باید به دستورات خدا و پیامبر خدا عمل کنن. و دستورات پیامبر و دستورات خدای سبحان نسخه شفا بخشه، نسخه نجات بخشه، نسخه احیاگره. بله. این باور باید در جامعه اسلامی به وجود بیاد. ما تلقی هامون از قرآن و تلقی هامون از اسلام باید درست بشه. نگیم که البته اگر آدم با قرآن زندگی کند چه خوب، چه خوب، چه خوبه که آدم انس با کتاب الهی داشته باشه، چه خوبه که آدم انس با کلمات پیامبر داشته باشه، چه خوبه. این معنی داره، یعنی میشم نباشه. قرآن میگه نمیشه، باید انس بده. چون اصلا انبیا آمدن تا تو رو از این خواب غفلت بیدار کنن و تو رو آسمانی کنن. برای ز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. تو چرا اینجا گیر افتادی؟ تو که جاد اینجا نیست، تو جاد آسمان هاست، تو عرشه. تو باید با اعمال خودت و نیت پاک خودت و ایمان خودت پله های رسیدن به عرش را طی کنی. اون چیست؟ اون عمل کردن به دستورات قرآن و به سنت پیامبر عظیم الشأن. بر این اساسی که من خیلی تلاش دارم، اصرار دارم، اول به خودم، دوم به خودم، آخر به خودم، همه به خودم بگم که اصلا ما به دنیا آمده ایم این نعمت حیات را پیدا کرده ایم تا اینکه از این حیات معمولی اوج بگیریم و آسمانی بشویم. ما ز بالاییم و بالا میرم. این یک نکته. اخیراً کسی سوالی کرد از من تو همین 3-4 ساعت قبل یعنی همین امروز که در قرآن داره که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. که خدای سبحان فرمود هر کس از یاد من اعراض کنه زندگی سختی در این دنیا خواهد داشت. ضنک یعنی سخت، یعنی تنگ، و در قیامت هم کور محشور میشه. ما برای همین یاد خدا رو داریم پخش میکنیم. این یاد خدا. حالا اتفاقا خوب ارتباط پیدا کرد. ایشون سوالش این بود که خب این همه آدمای مثلا پس کن با خدا و مسلمان و اینها که زندگیشون خیلی سخته و خیلی از آدم ها هستن که خیلی با خدا و مبدا و معاد و آخری ندارن ولی زندگیشون راحت، زندگی خوبی دارن. این آیه رو من نمیفهمم.
یعنی چی؟ و من اعرض عن ذکری، هر کس از ذکر من اعراض کنه فإن له معیشة ضنکا، ای تنگا، اون معیشت تنگی، معیشت سختی خواهد داشت. این فرمول رو من نمیبینم. گفتم خب اشتباه شما همینجاست که شما زندگی را مساوی میدانید با داشتنها، انباشتنها. میگه که خب ابولهب هم داشت دیگه، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، تبت یدا ابی لهب و تب. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و ما کسب یعنی شهرتش، یعنی اون هیبتش، اینی که کسب کرده بود هیچ اصلا فایده به حالش نداشت. درست؟ من بالاتر از این عرض میکنم، و اون این که معنی زندگی را، اون زندگی که قرآن تعریف میکنه که اون حیات طیبه باشه، اون به حدی زیباست، به حدی وسعت داره، به حدی توش آزادی معنوی وجود داره و لذت وجود داره که این زندگی هایی که ظاهرا تجملاتی و برخورداری از نعمتهای ظاهری دنیاست ولی هیچ ارتباطی با اون فضای معنوی انسانی ندارد، اصلا این زندگی نیست. این زندگی تنگه، او اصلا گرفتار در بند هوای نفسه، اون اسیره. اون کسی که از بند اسارت رهاست اون زندگی میکنه. پس کسی که به یاد خدا و برای خدا و بر اساس دستورات الهی زندگی میکند، اون را اگر کسی تجربه کنه دیگه این زندگی ها رو زندگی نمیتونه، شاهان رو زندگی نمیتونه، اونها رو زندان میتونه، نه زندگی. زندان نه زندگی. خیلی وقتا تجربه هم نشون داده ها. همین الان یه آدم مشهوری هست که حالا شخص معروفیه توی فضای مجازی، هم حالا میشناسنش خیلی از مردمان کشورهای مختلف دنیا. این غرق در زندگی مادی بوده و همه جور امکانات رفاهی و دنیایی براش بوده دیگه، از هر نظرش که هر کسی از بیننده ها بخواد فکر کنه. ولی اخیراً به این نتیجه رسیده که اون آرامشی که میخواد نداره. یعنی همه امکانات مادی، هر چی پول که هر کسی فکر کنه ایشون داره، هر چی امکانات، بعد احساس کردی گم شده ای داره، آرامش نداره انگار که. بعد رفته سراغ قرآن، الان داره قرآن رو میخونه و انقریبه که هنوز مسلمان نشده موقعی که داریم برنامه رو ضبط میکنیم، ولی نزدیکه که مسلمان بشه. اینجور که حالا گفتای خودش دستش دست قرآن بیفته. برای همین تایید فرمایش شما، تجربه‌ش هم داره این اتفاق هست. یعنی به ظاهر ممکنه من از بیرون زندگی یه شخص متمول رو ببینم بگم این الان دیگه آخر لذت رو داره میبره، اما واقعا قضیه این نیست. با خود اونا بری صحبت کنیم میگن نه. حالا حتی اگر بگن نه اتفاقا خیلی مخوب، حتی بگن اونجوریه، باز شما میفرمایید این ظاهره. اون در نه اون در مقایسه با یک زندگی با حیات طیبه است. ما اصلا برای اون آمدیم. ببینید، من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. یعنی حیات طیبه در گرو ایمان و عمل صالحه. انسان‌هایی که ایمانشون بیش، عمل صالحشون بیشتر، حیات طیبهشون عمیق‌تر. این یه ذره جدا شدن از اون، حالا فارغ شدن از اون خوی حیوانی و رسیدگی به اون خوی انسانی، پیدا کردن اون گوهر انسانی که در انسان هست. یه اجازه بدید فاصله بگیریم، برگردیم بعد ادامه فرمایشات رو بشنویم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیشه با حال کسایی که توی معرفت الهی، حالا بهشون میگیم عارفان بالله، آدمای مثل آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، آیت الله علامه قاضی طباطبایی، بزرگانی که بودن هستن، شیخ رجب علی خیاط، نمیدونم امید اسماعیل بلابی رضوان الله علیه مجمعین، همیشه به حالشون قبطه میخوردن و میخورم که انگار اینا اون لذت واقعی عبد بودن رو، این زندگی رو، اون حیات طیبه رو درک میکنن، سرشار از آرامش، لذت و معنی. علتش همون جمله بود که عرض کردم دیگه، چون اینها در اونهایی که تو این فضا وارد نمیشن، اونها در زندانن. زندان یعنی جای زنگ، یعنی جای تنگ، قدرت پرواز ندارن. لذت پرواز رو اینا
احساس نمیکنن، نمیچشن. اما اون کسی که در بند خداست و از همه بندها رهاست، این لذت، هر آن کس ترک لذت بداند، دگر لذت نفس لذت نخواند. یعنی این وقتی که بزرگ میشه از حیث معرفت، دیگه این بریز به پاش ها و اینا اصلا زندگی نمیدونه اینها. پس این یک نکته که بنا شده که وحی ماها رو، دست ما رو بگیره، ما رو قد بلند کنه، ما رو رشید کنه، ما رو رشد یافته کنه. شما مثال زدید به مثلا فرض کنید رجب علی خیاط و به آیت الله بهجت. حالا الان مثال بزن به عماد مغنیه. بله. ببین الان اینها کلا جهاد کردن دیگه، اینا زندگیشون پر از سختیه. بله. ولی برو از حال هواشون جویا باش، بینگار اینا دارن پرواز میکنن. به حدی لطیف شدن که توان ماندن در این دنیای مادی رو ندارن و هر لحظه منتظرن که شهادت نصیبشون بشه به اونها پرواز کنن. خود در رأس همه اینها از امیر سلام الله علیه که در هر جنگی شرکت میکنه، بعد از جنگ سوال میکنه که یا رسول الله، من که باز پرواز نکردم، نرفتم، کی پس من پرواز میکنم؟ لذاست که در قرآن فرمود که یکی از علائمی که تو آسمانی هستی اینه که فتمنوا الموت. اینو به یهودیان میگه که شما انقدر خدا خدا میکنید، راست میگید آرزوی رفتن کنید، آرزوی پرواز کنید. چرا آرزوی پرواز نمیکنید؟ چرا توی این زندان دنیا استاقلتم الی الارض شدید؟ چرا گیر افتادید؟ چرا زمینی شدید؟ چتونه؟ چون کسی پرواز میکنه که سبک باله، مثل این چیزا، بالونا. ولی اون کیسیشن باید بندازی پایین تا اون بره، ولی تا وقتی اون کیسیشن چسبیدی موقع سنگینی معلومه که نمیرسیم به مرحله پروازش. تو نهج البلاغه حضرت داره تخفف و تلحقو، سبک بال باشید تا ملحق بشید، تا وصل بشید. پس این نکته‌ای که چند برنامه داریم میریم مطلب رو، میخوام این نکته رو عرض کنم که پیامبر عظیم الشأن آمده است، قرآن نازل شده است که ماها را از این وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، ماها را از این زندگی دنیایی به زندگی معنوی وصل کند، ماها رو بی نهایت کند، ماها را از این محدودیت خارج کند. بگه دنیا مقصد نیست، دنیا جای ارتباطی، پل ارتباطی. یعنی اون طرف دنیا رو همه چیز ندونه، بلکه دنیا رو محله پرواز بدونه، سکوی پرش بدونه. دنیا سکوی پرش اینه که استخر میرن، آره واقعا میپرن، اون روی این دایب قرار میگیرن و شیرجه میزنن. میگین دنیا مثل اون دایب است که اونجا قرار بگیری و شیرجه بزنی. این یک نکته بود خواستم. یک سوالی از حالا چون یاد خداست، باز برنامه شما داره یادم میاد بحثا. من عمدتاً وقتی که میام تو برنامه شما این کلام از تعمیر سلام الله علیه برام خیلی تداعی میشه که عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. من خدا رو از اونجا شناختم که هرچی من خواستم نشد، اون چی که اون خواست شد. من چیزایی تو ذهنم آماده میکنم که اینجا بگم، بعد از یک جای دیگه ای معمولا اینجوری قشنگتر هم میشه دیگه. این روزی من حیث لا یحتسب، یعنی جزء روزی من. در اون روایت داره که شخص آمد خدمت پیامبر عظیم الشأن، عرض کرد یا رسول الله، چرا در قرآن داره الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که یاد خدا قلب ها را آرام میکنه. ما هر چی یاد خدا میکنیم، ذکر میگیم، ولی اون آرامش سراغ ما نمیاد. این سوال داره خیلی هست. آره خیلی. صلوات میفرستیم، لا اله الا الله میگیم، سبحان الله استغفار میکنیم، ولی دل آرام نیست. در حالی که این آیه میفرماد که یاد خدا دل را آرام میکنه. حضرت فرمود که یاد خدا یعنی یاد بندگی تو در برابر خدا. یک. دو، یاد این که تو مسئولیت داری و مأموریت داری و تکلیف داری در مقابل خدا. خدای سبحان برای شما تکلیف تعیین کرده و یاد این که این تکالیف رو درست انجام بدی.
وقتی که تکالیف رو انجام دادی آرامش سراغ شما خواهد آمد. اول بندم، دوم تکلیف دارم، سوم این عمل به تکلیف. میگه تو به یاد خدا بیفتی که تکالیف عمل کنی. ما وقتی مدرسه میرفتیم خب معلم برای ما تکلیف میداد، مشق میداد، یادتونه؟ اون افرادی که سریع تکلیف انجام میدادن راحت میشدن یا آرامشی داشتن، ولی اون کسی که تا شب، تا ساعت 12 شب تکلیفش انجام نداده بود همش در استرس بود و اضطراب. درست شد؟ اصلا آرامش در دل انجام وظیفه است. نماز اول وقت هم همین حکم داره. نماز اوله. اصلا شما پس کن خانواده به شما یه چیزی چک لیستی داده که آقا شما اینو وقتی که رفتی بیرون بخر بیار. آره. خودت نخریدی همش نگرانی که من کی فرصت بکنم برم اینا رو بخرم. آره. ولی وقتی خریدی و دست و پر آمدی خاطرت جمعه، سرحالی. این نکته است. آرامش در دل انجام وظیفه است. یاد خدا انسان رو به یاد انجام وظیفه باید بیاندازه، نه اینکه فقط دغدغه زبان باشه یا هیچ اثری در رفتار انسان نداشته باشه. خب یعنی مثلا ما دیگه ذکر نگیم؟ نه، بگیم، ولی تلاش کنیم که این ذکر ما رو به فکر بیاندازه. از کجا آمدنم بهر چه بود؟ لذا در اون حدیث داره از پیامبر اعظم که به اصلا فرمودن که ایمان کسی کامل نمیشه مگر اینکه 103 خصلت رو در خودش احیا بکنه. یکیش هرچند که جوهری ذکر در جوهره تو، نه که فقط لغو اذهان باشه. از معنای ذکر همین. و جوال الفکر، یعنی باید این ذکر با فکر با هم ترکیب بشه. ذکری که دنبالش فکر باشه، فکری که دنبالش ذکر باشه. فکر کنی و به یاد خدا بیفتی، ذکر بگی و فکر کنی درباره مأموریت خودت و تکلیفی که در مقابل خدای سبحان داری، تکلیفی در مورد خانواده داری. ذکر فعال نه منفعل. احسن. ذکر فعال، ذکر همراه فکر، تفکر. لذا داره جوال الفکر. این میگه جوهری از ذکر، اون جوال باشه، رفت آمد داشته باشه. اینم اون شبهه هست که بعضی مطرح میکنن که چرا پس ما این همه یاد خدا هستیم یا با یاد خدا که برنامه معلوم شد ماجرا چیه هستیم، ولی اون آرامشه نیست. اون آرامشه در صورتی که به یاد خدا باشی که به یاد مأموریتت و تکلیفت باشی که به تکلیفت عمل کنی، که آرامش در دل انجام تکلیف و انجام وظیفه است. خیلی خوب، دست شما در نکنه. هرچی حواله شد حواله دلنشین و مفید و مثل همیشه استفاده کرد. حوامی ندارین؟ التماس دارم. محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم. تشکر فراوان از بابت همراهیتون تا انتهای برنامه. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. اگه نظری، پیشنهادی، امری، فرمایشی هم دارین حتما با پل‌های ارتباطی که در خلال برنامه براتون زیرنویس شده در واقع به ما امر بکنید که چه بکنیم. 162 هم عمومی سازمان ابراز نظر بفرمایید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.